سلام، روز بخیر. یک بار دیگه با نکات و موارد کلیدی ورزش تنیس در خدمتتون هستم. من کاوه عطایی زاده با سابقه 20 سال فعالیت در ورزش تنیس نکات رو خدمت شما بیان میکنم. در ورزش تنیس و در بازی تنیس 5 ضربه اساسی و 5 ضربه مهم وجود داره. ضربه ها رو من توضیح میدم، شما توجه کنید. ابتدایی ترین ضربه که 2 تا بال تنیسور هستن، ضربه فورهند که با روی راکت زده میشه و ضربه بکهند که به صورت 2 دستی یا تک دستی زده میشه. 2 تا ضربه بسیار مهم در ابتدایی ترین و بیسیکلی ترین حالت ورزش تنیس هستند. پس از اون یک هنرجو میاد و آموزش ضربه والی رو میبینه. والی ضربه هست که توپ بر روی هوا و در هوا کنترل میشه که والی اقسام و انواع گوناگونی داره، والی فورهند و والی بکهند. یه نکته اینجا حائز اهمیت هست که بعضی وقتها والی فورهند با فورهند والی اشتباه میشه. والی فورهند تکنیکی هست که برای کنترل کردن استفاده میشه، ولی فورهند والی به فورهندی گفته میشه که در هوا زده میشه، یعنی توپ قبل از که برخورد به زمین داشته باشه توی هوا زده میشه. همچنین بکند، والی بکند یا بکند والی. تکنیک بعدی اسلایس میباشه. اسلایس ضربه ای هست که شما از پشت سر راکت و حرکت میدید میارید، این بکند میشه، اسلایس بکند. و این هم که از اینجا برش میده توپو، اسلایس یعنی برش کردن، برش میده توپو، میشه اسلایس فورهند. و آخرین ضربه و مهمترین ضربه که در حین ضربات ابتدای آموزش داده میشه، تکنیک و ضربه سرویس هست که برای شروع بازی در زمین تنیس از ضربه سرویس استفاده میشه. پس 5 تا تکنیک ابتدایی: فورهند، بکند، والی، اسلایس و سرویس، تکنیک ها و الفبای ابتدایی در ورزش تنیس هستن. امیدوارم که این برنامه مورد نظر و توجه شما قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگه، همه شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار.